بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله. دوستان گرامی، در حلقه گذشته ما درباره وثیقه مدینه یا قانون مدینه یا دستور مدینه صحبت میکردیم و اونچه متعلق به خود مسلمان ها بود، همچون انصار و همچون مهاجری، بین اونها پیامبر صلی الله علیه و سلم بعض قراردادهای ایجاد کردند و ما در اطراف اون صحبت کردیم. حالا باشد درباره وثیقه مدینه که یک طرفش مسلمان ها هستند و طرف دیگرش یهودا هستند صحبت خواهیم کرد. بهتون گفت که وقتی پیامبر علیه السلام وارد مدینه شدند، مدینه یک شهر بود که اونجا اقوام گوناگون و دینهای گوناگون زندگی میکردند و این لایحه برپا شونده سیاسی که پیامبر علیه السلام میخواستند در اونجا ایجاد کنند در اساس یک عقیده شدنش امکان نداشت، زیرا که خیلی گفتیم اقوام گوناگون و دینهای گوناگون بود و این اگر در اساس عقیده میشد فقط گروه مسلمانان رو در بر میگرفت. اینجا باید یک چیزی عامتری رو پیامبر علیه السلام پیشکش میکردند تا اینکه تمام اقوام و تمام دینهایی که در اونجا زندگی میکنند در بر گیرند و پیامبر علیه السلام در این مسئله کامیاب شدند. توانستند این دستور رو ایجاد کنند که حقوقی همه طرف رو، چی مسلمان و چی غیر مسلمان رو حفظ کنند. اینجا پیش از اون که درباره بندهای این وثیقه یا دستور صحبت کنیم، درباره یهود و میتونم گفت که خاراکتر یهود یا خاراکتریستیکی که قرآن نسبت اونها داده است صحبت کنیم. وقتی که مسلمانان در مکه بودند، الله تعالی گاه درباره یهود معلومات ها میداد، یعنی سوره هایی که در مکه نازل شده اند بعضی داستان های یهودا رو در بر داشت، لیکن اونجا الله تعالی غالبا به عباره بنی اسرائیل اونها رو خطاب میکرد و این یک نمود نسبت تشریف به اونها حساب میشد که الله تعالی اونها رو به پیامبر نسبت داده ایستاده است. و اگر برداشت های قرآن رو بریم نسبت یهود، قرآن در مکه جایی میشد که برداشتی مثبت نسبت آنها میکرد و برای صحابه پیشکش میکرد و جایی میشد که برداشتی منفی یا اینکه سلبی نیست از آنها میشد. مثلا وقتی که قرآن قصه موسی و فرعون رو مطرح میکند، اینجا بسیارتر اینکه برداشت های مثبت هست در اونجا نسبت بنی اسرائیل، یا اینکه آیات های رو بریم که الله تعالی در اونجا یهودا رو تعریف میکنه که تمت کلمت ربک الحسنى علی بنی اسرائیل بما صبروا، یعنی که در جای دیگه میگه که ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن، یعنی اونها رو ضمن کلمه اهل کتاب داخل میکند و با اونها با معامله نیک و نیکترین ما رو توصیه میدهد. یعنی اینجا البته صحابه از اونها برداشت‌های مثبت میکردن وقتی شدن که الله تعالی صبر اونها و شکیبایی اونها رو نسبت فرعون در قرآن آورده است. بنابراین مسلمان ها اگر یک تحلیل کنیم، اگر بعضی تحلیلات پیشکش کنیم، فکر میکردن که یا اینکه باید که یهودی ها مسلمان بشن. چرا که کتاب به اونها نازل شده است، به فرشته ها ایمان دارن، به پیغمبرای گذشته ایمان دارن و وصف این پیامبر در کتاب های اونها آمده است. یعنی همه این چیزا باید اونها رو وادار بکنه که به اسلام وارد شوند، چون که این برداشت هایی که از قرآن میکردن اونها رو به همین فکر وادار میکرد. در خیلی گفتیم در جاهایی که مثلا ذکری سلبی از اونها شده است، یعنی که برداشت سلبی شده است، مثلا الله تعالی میگه که و اتخذ قوم موسی من بعده من حلیهم عجلا جسدا له خوار، یعنی قوم موسی وقتی که موسی به صحبت کردن با الله تعالی رفت، به میقاتگاه رفت، مردم گرفتند زر و زیور خود رو جمع کردن، از اون گوساله ساختن و اون رو عبادت کردن. یعنی اینجا البته این برداشتی به ذهن مسلمان میداد که چگونه یه انسان صاحب عقیده هست، یکتاپرست است، خداپرست است، ایمان به پیغمبر دارد، به پیغمبرای گذشته ایمان دارد، صاحب کتاب است، لیکن با می آید برای خودش گوساله رو خدا میگیرد. اینکه در جای دیگه الله تعالی میگه که قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا و من بعد ما جئتنا، یعنی تو پیش از اون که اینجا آیی ما رو اذیت میدادن، بعد اون که بازم اذیت میدن. یعنی که اونها خطاب به موسی میگفتن یهودا این چیز رو. البته یک نگاه سلبیه به اونها هست که پیامبر رو به جای اینکه دستگیری کنن، به جای اینکه پیامبر یک جای شوند، نسبت پیامبر علیه السلام خیلی سخنها رو روا دیدن اونها. برای وقت پیامبر علیه السلام با همراه صحابه ها به مدینه وارد شدند،
یعنی فکر داشتن که اینها یکتاپرستن، فکر داشتن که اینها صاحب کتاب هستن، فکر داشتن که اینها بر رسولهای گذشته ایمان دارند و بنابراین همین چیز یعنی مشترکات زیاده هست که شاید اونها رو وادار میکنه که اسلام رو قبول کنند. اما متاسفانه این چیز نشد. پیامبر خواستن که اونها رو به خود نزدیک کنند و از جمله قدم هایی که پیامبر گذاشتن برای نزدیک کردن اونها به خود این قبله گرفتن بیت المقدس قبله انبیا هست. وقتی پیامبر علیه السلام چقدر در حدیث بخاری و مسلم اومده از وارد مدینه شدند 16 ماه یا اینکه 17 ماه تقریبا قبلهشون به سوی بیت المقدس بود و به این اونها البته فخر میکردن که مقصد این کتاب ما از اون که به ما نزدیک هست. این چیزا در بین بعضی اونها بود و این شاید بعضیشون وادار میکرد که به اسلام یعنی که کمتر مائل شوند. یکی دیگر این است که وقتی پیامبر وارد مدینه شدن دیدن که یهودا روزه میدارن. گفتن شما برای چی روزه میدارید؟ گفتن که این روزی است که الله تعالی موسی را از چنگال فرعون نجات داشت و اینجوری خود فرعون غرق کرد. ما برای خاطر نجات یافتن بنی اسرائیل از چنگال فرعون و غرق شدن فرعون در یک روز این روز رو برای خود روزه گرفتیم برای اینکه روز خرسندی است و اینجا پیامبر میگن که ما به موسی از شما سزاوارتر هستیم. یعنی بعد از اون دیگر روزه عاشورا رو پیامبر میگیرن و دیگر سنت میشه که تا مسلمان ها این سنت رو تطبیق میکنن. اگر به حدیث ها نگاه کنیم اگر خیلی برداشت های از اونها کردن ممکن است، مثلا حدیثی که انس بن مالک روایت میکنه در بخاری هست. عبدالله ابن سلام یکی از احبار یهود بود و یکی از ابرومندترین یهود بود. وقتی که پیامبر آمدنشون شنید خواست تو اینکه خودش بیند و تاکید کند که آیا هم پیامبر است یا نیست، آیا علامت هایی که در تورات ذکر شده است آیا در این پیامبر درست میگیرد یا درست نمیگیرد. میگه که وقتی اولین بار دیدم چهرهش دیدم چهره آدمی دروغگو نیست، یعنی که یه جد دلم آرام شد. بعد از اون اولین چیزی که شنیدم محمد علیه السلام میگفت که مردم برای ترغیب به تقسیم کردن طعام برای اطعام مردم یعنی اشکم مردم رو سیر کردن کمبغال بیچاره ها رو. بعد میگه که گفتم که برای تو من سوال دارم، 3 سوال دارم، اگر این سوالا رو جواب دادی تو پیغمبر هستی، چون که این سوالا رو جز پیغمبر جوابش رو کسی دیگر نمیدونه. بعد گفت ما اول اشراط الساعه و ما اول طعام یاکله اهل الجنه و ما بال الولد ينزع الى ابيه او الى امه. خب این سوالو یکمش گفت که یکمین علامت قیامت چی است، دومش است که اولین طعامی که اهل جنت میخورن چی است و چرا پسر به پدرش یا مادرش مانند میشود. پیامبر علیه السلام میگن که ببینید چقدر انسانی دقیق بودن پیامبر و در نقلم مثلا دقیق بودن. گفتن که اخبرنی به جبرئیل آنفا، یعنی حاضر این چیز برای من جبرئیل گفت، یعنی که تا این زمان من این چیز نمیدونستم، یعنی من الان جبرئیل برای من آمد و گفت یعنی جواب این رو. بعد ابن سلام گفت که جبرئیل گفت دشمن یهود است، یعنی یهودا جبرئیل بد میبینن همچون فرشته. پیامبر علیه السلام گفتن که اولین اشراط ساعت، اولین علامت قیامت این آتش هست که از شرق میبراید و مردم رو به غرب سوق میدهد. اما اولین طعامی که اهل بهشت میخورند این زیادتی جگری حوت است، ماهی بزرگ یا کیت است. اما سبب شباهت پسر به پدر یا دختر به پدر، اون فرزند به پدرش یا مادرش این است که اگر در همون رحم زن آب پدر پیشتر درآید شباهت به پدر میشد، اگر آب زن درآید شباهت به مادر میشد. بعد عبدالله بن سلام اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله گفت، ایمان آورد. بعد گفت یا رسول الله این گفت قوم ما یک قوم بهتانچی هست یا تهمتچی هست، انسانای ناشکر هستند. اونها رو درباره من میپرسی که من چه خیلی انسان هستم، لیکن به اونها اول خبر نده که من مسلمان شدم. وقتی که یهودا میآیند یهودای دیگر میآیند عبدالله بن سلام در تاک خانه روس بجا میشود. بعد اونها میدارن پیامبر علیه السلام میگن که همین عبدالله ابن سلام چه خیلی آدم است. میگن که اونها وقتی اینکه میشنن میگن که هو خیرنا ابن خیرنا و افضلنا ابن افضلنا و بهترین ما پسری بهترین ما، نیکی ما پسری نیکی ما تعریف میکنن پیامبر علیه السلام. بعد میگن که ارائیتم این اسلم عبدالله، اگر همین عبدالله اسلام بیارد چی میشود؟ نه این کار ممکن نیست، خدا پناه دهد که عبدالله اسلام بیارد. پیامبر 3 بار میپرسن، اونها 3 بار به همین جواب میدن. بعد عبدالله ابن سلام از تاک میفراید، همون جای به جایش میبره، میگه که اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله.
همین که یهودان که میشنن میگن که شرنا ابن شرنا، یعنی بدترین ما، پسری بدترینی ما، آدمی نمیشدگی، بچه آدمی نمیشدگی. دیگر تهمت بالای ناس میگن که بالای عبدالله ابن سلام تهمت میرزن. این یکمین مثلا بینش سلبی یا که برداشت سلبی از حدیث نسبت یهود است که همه مردمان در پیش خودشون پیامبر اثبات کردن نیست. دوم برداشت دیگر است که صفیه ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها روایت میکند که میگوید که پدرم حیی ابن اخطب و عمکم ابو یاسر ابن اخطب دو کسا وقت پیامبر شوندن مدینه رفتن، پگاهی بر خستن رفتن، بعد بیگاهی دو کسا آمدن. میگوید قریب نزدیکی فرامدن آفتاب بود. میگوید که مادرم میگن که فاتیا کالین کسلانین ساقطین یمشیانی هوینا. یا وصف عجیب است، یعنی که تصویری عجیبه کرد. میگه که هر دوش اومد در حالی که هر دوش خیلی خسته بود، تنبل بنموید، سراش و پایان بود، راه میرفتن خیلی آهسته مثل آدمی که به زور خودش کشان میکرد باشن. طبق عادت هم میگه پیششون برآمدم تو اینکه اونا رو پیشواز گرم. نه پدرم به من نگاهی صحتی کرد، نه عمکم به من نگاهی صحتی کرد که من حیران شدم چرا این قدر اونا به من مقصد نگاهی نکردن، التفات نکردن. اینجا بود که میگه عمکم برای پدرم گفت این همون است، این همون است. گفت که بله همون است. گفت تو میشناسی، اثبات کرده میتونی که این پیغمبر است؟ میگه که بله. خب چیکار کنیم نباشد؟ اصلا چه تصمیم گیریم؟ ایمان بیاریم، ایمان نیاریم؟ یعنی که سوال از چیکار کنیم هم معنا رو داشت. میگه که دشمنی تا مرگ. در حقیقت همین شعاری یهودا شد از اون زمان تا حالا رو همین چیز رفته شده است. در حالی که اینها دارند آیات های در کتابشون دارند، حدیث های دارند که از پیغمبر خودشون، پیغمبر آخر زمان محمد است. الله تعالی میگه که الذين يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. خیلی که فرزنداشون میدونن محمد علیه السلام وقت بینن میشناسن، لیکن متاسفانه ایمان نآوردن. این بود برخورد یهود با پیامبر علیه السلام. با وجود همین قدر دشمنی، با وجود همین قدر تهمتچی بهتون جاشون، پیامبر با اینها پیمان بستن، یا در همین دستوری مدینه یا قانون مدینه اونها رو شریک کردن و یک طرف مسلمان ها که عبارت از مهاجر و انصار بودند و طرف دیگر یهودا که عبارت از قبیله بین قینقاع و بنی نضیر و بنی قریظه و دیگر یهودا. به همین قدر اکتفا میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.